اینجا رو ببین. تو هم میخوای مثل من عکس رو گوشی همه بیفته؟ پس بیا بدیت بدم. اول وارد تنظیمات گوشیت میشی، بعد از اون وارد قسمت اپ میشی و میای پایین و قسمت فون رو انتخاب میکنی. بعد از اون وارد قسمت فون که شدی میای پایین اسکرول میکنی و توی قسمت شیر نیم اند فوتو رو انتخاب میکنی. خب این صفحه برات باز میشه، میتونی از تو گالری هر عکسی که مد نظرت هست رو انتخاب کنی. بعد از اینکه عکس مد نظرت رو انتخاب کردی اسکرول میکنی سمت پایین و این قسمت گزینش رو فعال میکنی. اینجا نام و نام خانوادگی تو اگر دوست داشته باشی وارد میکنی و بر طرف مقابل میاد. اما این گزینه پایین شیر اتوماتیکلی برای چیه؟ گزینه اول کانتکست آنلی و گزینه دوم آلوز اسک داره از ما میپرسه که گزینه دوم که اگر حتی شمارت رو نداشته باشه عکس روی گوشیش بیفته یا نه، که اگر اونو بزنید از شما اول میپرسه. گزینه اولم از شما میپرسه که فقط برای مخاطبینتون نشون بده یا نه. بعد از اینکه یکی از این دوتا گزینه رو به دلخواه خودتون انتخاب کردین میایین بالا و این تیکو میزنید. حالا وقتی با هر کسی تماس بگیرین عکس دلخواه خودتون روی گوشی اون طرف هم میفته. اگر از این آموزش خوشت اومد همین الان پیج ما رو فالو کن و برو هایلایت رضایت مشتری حتما ببین. راستی این ویدیو رو هم بفرست برای اون دوستت که آیفون داره.